خوش آمدی پیلوت. خوش باشی. بچه یک هفته شده هنوزم اون مرد احمق پیدا نکردین. شما چرا نتونستین؟ حتما در کدام سراخ پت شده. ای قسم آدم ها را خو میشناسی. مسئله گرجام هستن خدا لعنتشان کنه. او شده زیر زمین میشن، بعدش به خاطر حمله کردن پشت فرصت میگردن. یک دفعه او را پیدا کنیم، یک دفعه پیدایش کنیم. اگر من زهر شده جان خودش داخل نکردم نام خودم میگردانم. پیلوت به جای خود رفته. امروز آخرین روز است که او در جایش می باشه. پیش دویگو میرم. پلان ما را شروع میکنیم. دویگو را اینجا میاریم. با پیلوت زنگ میزنه. پیلوت هم از اینجا مستقیم به او دنیا پرواز خود کرد. با تو نیاز نیست، همینجا باش. زنده باشی. خیر ببینی ودت. یک دفعه اینجا بیا. بچه‌م ای آقا کرد نیست؟ آها به خدا خودش هست. ودت ای خود دوست پدر ما برآمد. یعنی به همین خاطر از ما محافظت میکرد. 100% کار زندانم او حل کرده. چرا این گپا با ما نگفته؟ از پیلوت چی میخواه؟ ودت و آدمی هم کمرایش بود وقتی در گلونم زد دنیا سرم خراب شد. اینا پشت چی در گرفتن؟ من چه بفهمم ودت؟ جادوگر خونستم که جادو کنم. تو آدم ها محافظه کار هستن. اگر کدام کار کنن 100%. کدام چیزی هست که میفهمن. به هر صورت من میرم ودت. کجا میری؟ به گدام میرم. به منطقه. امشب مالا میایم. بچه‌م خودتان تنظیم کنین دیگه، کار دارم. ای چه قسم کار است؟ بفهم دیگه بچه‌م. آدم خسته نساز وده. آی پیلوت، تو در این موضوع دل باختن خدا بعد رقم بند ساختی بیادر. ما به جز از قلب خود دیگه کدام سرمایه داریم؟ آی سعیس، او دختر بسیار یک دختره خوب و خوش اخلاق هستم. ودت سعیز دیگه. خداحافظت، من رفتم. بخیر بری. آقا اکرم گفت که پیلوت شما را به یاد آورده. چطور به یاد آورده؟ از کجا به یاد آورده؟ یک عکس پیدا کرده که او عکسم را یارین کو گپ نیستده. توبه خدایا، هیچ حالا وقتش نیست. به هر قیمتی که میشه ما باید متوجه علی و پیلوت باشیم. اونو نباید با هم برسن. هیچ وقت هم نه.
خدا داد بکن خدا داد کجا میری صبر کو آی صبر کو خدا داد گیر آمدم. چی گپ شده؟ یک هفته از که امرای ما گیره کن میکنی چرا از ما فرار میکنی؟ چون که در تعقیب فراری می باشن. آی تو یعنی فراری هست خدا داد بله در فرار هستم. تو چرا تعقیب میکنی؟ یک چیز پرسان کنم چی پرسان میکنی؟ پشیمون شدم پرسان نمیکنم تو با فرار کردن ادامه بده از این بعد فقط خودت فرار خود کردی چی گپ شده؟ مگم از من فرار نمیکردی؟ فرار در تعقیب می باشه. از این که اول تو فرار کردی حالا ما هم در تعقیبت هستم. سفدا از تو چیز پرسان میکنم در وجود ما از چی خوشت آمده؟ نفهمیدم یعنی ما در باطن یک آدم بسیار سرد و بسیار آرام هستم حتی در ظاهرم خوشایند نیستم بسیار سردرمی میکنم ما قلب تو را دیدم علی خوبیایی که در وجودت است مهربانیایت محبتت دیدم پس چی بگویم خدا را شکر میکشم که پیشم هستی سفدا کل چیز به خواست ما پیش میره سارب. بعد از نکاح علی در تاریکی بازار گور خواهد شد. در جریان که او از بیچارگی دست پای میزنه به خاطر کمک به او دست دراز میکنیم. باز از 4 طرف مرگ در آغوش خواهد گرفت. در او صورت صحیح است ما در مقابل احتمالات آمادگی میگیرم دلتان در ایباره جمع باشه در یک هفته بیبی چه اتفاقات افتید کوکسال؟ چیزی شد که باید میشد خیریه عروسی کردن سفدا امرای وایگار درسترین کار است هم به خاطر خودش و هم به خاطر ما اما تو رس خدا را شکر بیبی قسم خوب میگه صحیح است بسیار مقبول است درست است چی گپ است اکرم؟ به ودت بگو رسیدگی کنه بچم از اقارب امنیتی های استخبارات گرفتم حکومات و مرد که هستن نه خود خب گرفتن امروز میخواین خانم دویگو را اختطاف کنن تو را میخواین در دام بندازن متوجه خودت باش تو چی میگه بچم ها؟ قد کو اکرم قد کو آفرین اعتماد پیلوده خوب به دست آوردی روزش که برسه به این اعتماد زیاد ضرورت می داشته باشی اینا را اینجا بانیم بعد از نکاح توضیح میکنیمش درست از جانم حالا دیگه آفرین ای چوکی آرام دانه دانه تنظیم کنین البته خانم ای چوکی های دیگرم بیچینین شاید کلش کار شود درست است سینان؟ مادر قندم خواهرم کجاست؟
آی چی بفهمم که کجاست ها؟ حتما در اتاقش است. بیازو لبروش کشال است، هیچ معلوم نیست که عروسیش است یا جنازه. به ما خو هیچ چیز نمیگه بچیم. یک بار امرش گپ بزن شاید برای چیزی بگویه. الله چرا چی شدش؟ من میرم که ببینمش. حالا دیگه خوش آمدی، مویایت چقدر خوب شکل داده. آی تو کجا بودی توک چه ها؟ آمدم کالای عروسی را آوردی؟ بله آوردم. صحیح. آی نپرس که تا اینجا رسیدم چی بلاها سرم آمد. در تاکسی بالا شدم به اینجا نزدیک شده بودم که دیدم موبایلم نیست. باز رفتم موبایلم گرفتم. حالا دیگه توی را به سیفدا ببر جون. صحیح سیفدا کجاست؟ حتما در اتاقش است. درست است. وای آدم بیغیرت. لودا چوچه تا کجی شما را در قبرستان گور خواد کردم، کلتان گور خواد کردم. به شرفا پیلوت پیلوت دویگو ما امیال پیش تو می آمدم. فکر نمی کنم. نه دیگه پیش تو می آمدم، اما در موتر یک چیزی یادم رفته بود، از خاطر او را گرفتم میخواستم بیام. نیاز نیست. مادرم صدا میکنم که دواخانه بسته نمانه که تو باید گپ بزنم. نه کدام وقت دیگه باز گپ میزنیم؟ نفهمیدم. یعنی منظورم است که امیال زود گپ بزنیم دیگه. چی ضرور است که باید طال بتیم ها؟ تو صبر کن، من زود میایم. لودا چی تا کجی باز از خاطر تو به درد سر بند نمونم. مادر برام یک کار عاجل پیدا شده، زود به دواخانه بیا. درست است، بخیر بیا. با مادرم گفتم 5 دقیقه بعد میرسه، بریم. موتر خودت هست؟ پیش پدرم است. حالا تو از چی من خوشت آمده؟ من از چهرت خوشم آمد. وقتی که خنده میکنی مثل گل میشه. از اون نگاهیت که در تاریکی ها مثل نور میتابه. تو در وقت تنهایی من مثل بهار آمدی سیفدا. در اون لحظه که هیچ توقعیش نداشتم، از اون چیزایی که هیچ توقعیش نداشتم برای گرفتارم کردی. اما چیه کار خوبی کردیم نی؟ ازت میخوایم به من یک وعده بیتی علی. هم بجز از من به هیچ چیز دیگه نباید ارزش بیتی، درست است؟ حالا باز من نفهمیدم. یعنی اجازه نمیدی که هیچ چیز هیچ وقت بین ما بیایه؟ هیچ کدام از دشمنایت، از زندگی گذشتید، هیچ کدام از جنگایت نباید خوشی های ما را خراب کنن. این اجازه را نمیدی، درست است؟ صحیح است. وعده میکنم.
از این بعد گذشته من تو هستی و آینده من تو هستی. تو با من دوباره نفس گرفتن یاد دادی سیف. یک روز اگر فکر کنم از تو جدا میشم از بین میرم. خفه میشم. این قسم یک چیز نمیشه. این قلب همیشه در کنارت است و فقط به خاطر تو میتپه. خدایا کمکیم کن. با وجودی که علی را دوست دارم که دیگه نفر چطور عروسی کنم. بیا. خواهر جانم. چرا گریان میکنی؟ نه جانم گریانی چی؟ در پشت چشمم یگان سایه چشم امتحان میکردم. حتما از همون خاطر کمی حساسیت کردم. خواهر جان گفته بوده که خواهر و بیادر به که دیگه دروغ گفته نمیتونن. خواهر جان تو را چی شده بگو برم. ما شنیدم تو گریان میکردی، میگفتی علی مرا ببخش. چی میشه با ما بگو قربانک چه. گوش کن، اگر دلت نمیشه که عروسی کنی با ما بگو، ما امرویت هستم. بالالایت بگو دیگه نه. نه جانم، من خوب هستم، کاملا خوب هستم واقعا. ما آماده میشم. درست است. تا امروز منتظر بدم که خوب شوی. فکر کنم حالا خوب شدی. درباره کل چیز باید گپ بزنیم. گپ میزنیم، البته گپ میزنیم. میشنوم. اما در اینجا نمیشه. چی کنیم؟ پیش ساحل بریم. در اونجا اولی موام بخوریم. سعیس هر قسم تو بخوای. ای صدای چی است؟ چی من یک دفعه میرم ببینم که چی است. پس میام. تو او صدا از چی بود؟ از فنرهای تولبکس. یعنی در این وقتا کم خراب شدنه، باید یک وایرینگ کاری کنیمش. Aşık oldum ben sana, baharda kuşlar gibi geldin kondun dalıma. Susamıştım sevgiye,
çiçekler sundum sana. Baharda kuşlar gibi geldin kondun dalıma. Susamıştım sevgiye, çiçekler sundum sana. Seversin diye, seversin diye. İstemem senden başka birini, tamamlıyoruz birbirimizi. İstemem senden başka birini, tamamlıyoruz birbirimizi. Kusurumuz sevilmek, sevmek olursa kusursuz olmaz insan hayatta. Baharda kuşlar gibi geldin kondun dalıma. Susamıştım sevgiye, çiçekler sundum sana. Baharda kuşlar gibi geldin kondun dalıma. Susamıştım sevgiye, çiçekler sundum sana. Seversin diye, seversin diye. بیادر میشه کمی تیزتر برین لطفا. جانم تو خود تا حالا کالای عروسیته نپوشیدی؟ اما ای پیرانه نمی پوشم. یعنی چی که نمی پوشم؟ متوجه هستی این محفل عروسی از ده پایین مهمان آمدن. اما بیازو یک دفعه ای پیرانه پوشیدیم نه؟ سیفتا ایرا میفهمم که با اویگار نمیخوای عروسی کنی، اما دلیلی عروسی رام نمیگی. این دلیل نداره، نیاز بود که هموتو شوه. چرا همراه کسی که دوستش داری نه با اویگار هستی؟ ببین اگه نگویی برش راه حل پیدا نمیتونیم. بگو. به خاطر گپ زدن در این باره دیگه زیاد ناوقت شده که تو اویگار عروسی میکنم. تنها چیزی را که باید بفهمی همین است. ای کار نکو سیفتا، من بهترین دوستت هستم. به من بگو اویگار تو را تهدید کرده چطور؟ من مجبور هستم یه کار کنم از این خاطر. حالا میشه اویگار صدا کنی، باید درباره پیران عروسی کتش گپ بزنم. خواهر جان تو کجاستی؟ گپ بزنیم. هرچند ما به ازوی قسم در مقابل هم خاموش بودم، با هم دیگه گپ زدن میتونیم نی؟ بیبی پیلوت ده اصل ما قبلا هم همه قسم گپا را گفته بودیم، اما معلوم میشه که گپای ما نفهمیدی.
دویگو بیبی حال ما گپ ما قطع نکن. تو چی کار میکنی؟ ما ایرا خو میفهمی دیگه که ما گدام دوا دارم در پیش روی دواخانه تو. هوش کنی با ما دروغ نگوی. ده هر جنایت دست داری. جنگ میکنی. ما تو را درک کردم. گذشته تو کارایت هیچ خوب نیست. درست است، یعنی بدون خواستن یگان کارا را امکان داره که کده باشم. اما بیبی دویگا زندگی به ما چانس انتخاب کردن نداده بود. درک میکنم. به هر صورت نمیخوایم درباره گذشته تو زیاد تحقیق کنم. گذشته تا در یک گوشه میمانیم، اما به خاطر آینده از تو یک وعده میخوایم. امر که فقط نوش جانتان گرد. خیر ببینی. بسیار تشکر. و اویی است که اگه میخوایی برات یک چانس بتم، بعد از این دیگه نمیخوایم که هیچ وقت سلاره در دستت ببینیم. یعنی میخوایم هر کاری که میکنی عادی باشه. دویگو بیبی اما حال تو به ما چیزی را که میگفتم انتخاب ده دست تو. اگه در یک پله ترازو تو باشی، دیگه در دیگه پلهش چی است هیچ برام مهم نیست. هرچی تو بخوای همون تو میشه. بسیار زیاد تشکر. در این صورت خیلی تفاهم کردیم. تفاهم کردیم. بعد از این دیگه تو با ما یک انسان متفاوت هستی و با خودم یک انسان جدید شو. بیبی مطمئن باش زندگی به تو راههای بسیار خوب آواز میکنه. در هر راهی که تو روان باشی ما به قدم زدن آماده هستم دویگا. İstemem senden başka birini, tamamlıyoruz birbirimizi. İstemem senden başka birini, tamamlıyoruz birbirimizi. Kusurumuz sevilmek, sevmek olursa kusursuz olmaz insan hayatta. Baharda kuşlar gibi geldin kondun dalıma. Susamıştım sevgiye, çiçekler sundum sana. Seversin diye, seversin diye. Baharda kuşlar gibi geldin kondun dalıma. Susamıştım sevgiye, çiçekler sundum sana. Seversin diye. نه من ایره نمی پوشم. سیف دایم نگفته بودم که کلی چیزا مطابق رسم و رواج میکنیم. حالا اگه توی رو نپوشی باز به مردم ما چی بگویم ها؟ او دیگه مشکل خودت هست. مربوط من همیشنی. یک چیز به گفتن برشان پیدا کن. برات گفتم که من ایره نمی پوشم. بسیار خوب. هر قسمی که تو میخوای اما تو کن. هزار بار شکر. بالاخره اگر عروسی که لایق دخترمو میباشه را میکنیم.
1000 بار شکر کوکسال، 1000 بار شکر. اما دست لگه کاکای اویگار آقا سمیم فوت نمیکد. باز اویگار یک عروسی مجلل میگرفت، یعنی دختر بیچاره ما تاله نداره. در زندگی یک روز خوشی رام ندید. از امو خاطر خوش نیست؟ آی ما چی بفهمم؟ هیچ امرایم سهی گپ نمیزنم. انشالله خوش میشه. بعد از این میخوایم که دختر ما خوش باشه، کل چیز از اول شروع کنه. میخوایم که کل چیز فراموش کنه. ماما می قسم میخوایم کوکسال. انشالله. انشالله. سینان کجاست؟ نمیفهمم، حتما رفته که آماده شوه. 23 73 73. چرا به مولا صاحب زنگ میزنی؟ کارش دارم، زنده باشی. بله. علی بیادر، من سینان هستم. سینان؟ خیرت باشه. شما کجاستین بیادر؟ میخوایم ببینم اتان. مادر؟ آقا پیلوت از سیاحت آمده. خوش آمدین، چطور هستین؟ خوب هستم خانم، زنده باشین. شما چطور؟ 1000 بار شکر. میگذره دیگه. این سیاحت های شما همه قسم جریان می داشته باشه؟ من به خاطر چیز پرسان کردم، یعنی اگر عروسی کردین خانه دار خود شدین باز براتون مشکل خلق نکنه. نه مشکل پیش نمیایه، یعنی فعلا خو مجرد هستم، بعد تنهای خود میرم. هر جایی که برم هم مشکلی نیست. در آینده باز میبینیم که چی میشه. تو از خود کار نداشتی؟ ها داشتم البته که داشتم. خوب است، حالا برو. خداحافظ. در صورت پس باید برم دیگه. باز بعدن با هم نان خورده میتونیم؟ البته میتونیم. البته جانم، چرا باید با هم خوردن نتونین ها؟ یعنی بیا تو خانه غذا نیست، هیچ غذا نیست. کمه بود او رام پدرت خورد. چند دقیقه پیش من برش زنگ زدم. مادر پس خوب است دیگه، من برات زنگ میزنم، میایم تو رو میبرم. روز بخیر. خداحافظ. خداحافظ. کم مانده احمق، کم مانده. تحمل که بیشرف. اگه من او کلیت از تن جدا نکردم اولاد آدم نباشم. مادر تو چرا همیشه به جای من جواب میدی؟ چند دفعه برات گفتم در زندگی من مداخله نکو. حالا دیگه ما چی گفتیم دخترم ها؟ تو فقط میخوای کمرای ما گفتگو کنی، یعنی دیگه هیچ مشکل نیست. او بی شرف از طول بکس پایین کنین. لعنتی. از صبح تا بالا من تو رو همراه خود میگردانم. در سیاحتم، در هر گوشه‌ای که رفتم تو آدم بیشرف پست بی غیرت همراه ما بودی. در لحظات عاشقانه من صبح در ونگر قرار ششته بودم، اما تو لعنتی خستی رفته پیش دویگو. چرا پیش او رفتی؟ بچم کی به شما ایره یاد میته؟ نه که زور شما تنها به خانما میرسه بی غیرتا. پیلوت؟ این لودر از کجا پیدا کردی؟ از کجا پیدا کنم دیگه؟ بازا مثل نامرداوری گرد پشت دخترها میگرده. پیلوت؟ بیبی
اگه مرا نکشی باز تو را کمک میکنم. تمام امکانات ما در اختیارت میمونه. زود بزرگ میشی، زود ترقی میکنی. از همه دردناکتر چی است؟ میفهمی چی است؟ ودت کسی که خودش به کمک محتاج میباشه او به دیگرها پیشنهاد میده که کمکت میکنه. ای نامرد! دویگو! از این لحظه به بعد تو را هیچ کسی کمک کرده نمیتونه. یک بار گپ میزدیم بیادر. خوب است تو گپ بزن. من میرم ودت. یک نامرد دگم کم شد. ایره ورداره. به نظرم سفدا هنوزم شما را زیاد دوست دارم. خودشی گپه برات گفت؟ نه خیر، او گپ نمیزنه، هیچ چیز نمیگه. کدام چیز است که میخواد از کلگی پود کنه. اما من با گوشایم شنیدم میگفت علی مرا ببخش. از جدا شدن با شما بسیار پشیمان است. ای واضح است که به خواست خودش جدا نشده. اگر نه در روز نکای خود طرف عکس تو سر کده چرا باید گریان کنه؟ باش ببینم. درست است، نه خلاص شد. بسیار زیاد مقبول شدی. کالای عروسی را خود نپوشیدی اما بازم مثل پری هستی. مگم پریای قسم چهرهشان پشمرده نمی باشم تو نیست؟ کمه باید لبخند بزنی. بیاین. دخترها حال وقت نکاح شده، شما آماده هستین که بریم؟ ما وقت آماده شدیم به شما خبر میدیم آقای کار. درست است. طرف ما ببین، خنده میکنی یا قد قدکت بتون. لطفاً هیچ قصیش نشو.
با اراده خود آیا محترم آیگار ساریکایا را با تمام عمر به صفت شوهرتان قبول دارید؟ قسمت بعدی. گفتم که سیفدا هیچ جایی نمیره احمق. اگه یه روزی ره تو با زور با تهدید سر سیفدا کرده باشی دوباره اینجا میایم، بار دیگه میایم جانت میگیرم. اگه امیال شکایت نکنی بازدم اینجا به علی میگم که بچه تا پدر تو کشته سیفدا. قلب و آدم آتش گرفته وداد. اگه تمام او دنیا رم سرش بندازه بازم به خاطر خاموش کردن و آتش کفایت نمی کنه. علی سب آزاد میشه. خیلی خوبش با این مناست که یک شوه داریم.